بسم الله الرحمن الرحیم. با یه قسمت دیگه از مجموعه آموزش کانورشن ریت اپتیمایزیشن در خدمتتون هستم. این قسمت که قسمت 4 هست رو اسمش گذاشتم سریع و مفید. توی این قسمت میخوام که در واقع در مورد متن مطلب صفحه محصول صحبت کنم، متنی که مینویسیم. البته نکات در مورد توضیحات و تصاویر و اینا هم گفته میشه. بحثمون اون نگاه اول کاربره که میخوایم در موردش صحبت بکنیم. اون نگاه اولی که کاربر سریع صفحه رو باز میکنه و میبینه، اونو بتونیم چطوری تو همونجا در واقع نظرش رو جلب کنیم. من سید محمد امین هاشمی هستم، وب مستر، و در حال حاضرم که با آموزش های وب مستری در خدمتتون هستم. ما توی صفحه محصولمون باید خیلی زیاد مطلب بنویسیم. این یه نکته‌ایه که باید رعایت بشه. متاسفانه تو خیلی از سایت‌های ایرانی نکته رعایت نمیشه و خب سایت‌های قوی هم اگه توجه بکنید معمولاً خلاف این قضیه هستن، یعنی توضیحات خیلی کامل و جامعی دارن. یه سری سایت‌ها هم هستن که نه، سایت‌های معمولاً خیلی هم بالا نمیان، خیلی قوی نمیشن، نه سایت‌هایی که توضیحاتشون کمه و خودش اصلا مشخص کننده است. وقتی وارد سایت مثل دیجیکالا میشید یه توضیح خیلی بلند و بالا اونجا میبینید، ولی مثلا یه سایت معمولی یه کسب و کار کوچیک رو وارد میشید میبینید مثلا سرجم 10 خط نوشته و بعد توقع داره شما مثلا 2 میلیون تومان پول بهش بدید واسه لپتاپ. این خب مشخص کننده است که در واقع خودش یه سندیه برای اینکه کدوم کار درسته. پس ما باید توضیحات خیلی بلند و بالا و کاملی داشته باشیم. اما این سوالی که اینجا پیش میاد اینه که خب من وقتی توضیحات بلند و خیلی طولانی بنویسم، این بیشتر واسه نمیشه که یه عده وارد صفحه بشن و بگن او ول کن همه رو بخوام بخونم ببندن و برن؟ بله، این امکان اتفاق میفته، امکان داره که اتفاق بیفته. پس باید چیکار کنیم؟ توضیحات بلند ننویسیم، کوتاه بذاریم، یا در واقع فقط این که حالا یه عده‌ای که میان حوصله‌شون سر نره و حداقل بخونن هم متن کوتاه، یا اینکه نه توضیحات بلندی رو بنویسیم تا در واقع اون کاربرانی که تشنه اطلاعاتن بیان و صفحه ما رو دوست داشته باشن. واقعیتش اینه که ما میخوایم در مورد هر دو گروه صحبت بکنیم. یه گروهی هستن که عجله‌ای ندارن و عجله که ندارن هیچ، گفتیم تشنه اطلاعات هم هستن، اصلا اون میخواد خرید بکنه و ما گفته بودیم تو قسمت قبلی که خرید خیلی فرآیند سخت و در واقع دردناکه برای کاربر. بعضن اعتماد به ما شاید براش خیلی سخت باشه، برای مثلا بار اول. توضیحات کامل جامعه چیزی که به این قضیه کمک میکنه. افرادی که میخوان خرید بکنن معمولا دنبال توضیحات کامل جامعه ان. هر چی توضیح بیشتر باشه اعتماد براشون راحت تر میشه، ما رو بهتر میتونن بشناسن، ما رو بهتر میتونن بفهمن. اما گروه دیگه هم هستن که اینا عجله دارن، اینا رو هم ما نباید از دستشون بدیم. تو این قسمت میخوایم در مورد اینا صحبت کنیم که چطور این گروهی رو که عجله دارن و نمیخوان خیلی در واقع منتظر بمونن و یه اطلاعات کلی میخوام بگیرن، یه مقدار مثلا به صورت کلی نظرشون جلب شده، سفر رو باز کردن، میخوایم نگهشون داریم، اینا رو چجوری میتونیم نظرشون رو جلب کنیم؟ توی این قسمت من میام و در واقع 6 تا نکته رو در این رابطه به شما میگم، با هم دیگه در مورد صحبت میکنیم. نکته که وجود داره اینه که طبق تحقیقات متعددی که تا الان انجام شده، من لینک یکیشم توی خود مطلب گذاشتم، شما حدوداً 8 ثانیه تو اول کار وقت دارید تا نظر کاربرتون رو جلب بکنید. این 8 ثانیه قاعدتاً تو قسمت بالایی صفحه بیشتر متمرکز میشه و یکی از اصلی ترین بخشایی که بهش توجه میشه بخش در واقع تیتر صفحه شماست. هم موقعی که میخواد روش کلیک بکنه، هم وقتی که وارد میشه. اون تیتر میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. شما حدوداً 8 ثانیه اول وقت دارید. ما می‌خوایم بگیم توی این 8 ثانیه چجوری نظر کاربر رو جلب کنید که حالا نظرش به صفحه جلب بشه، به محصول جلب بشه. بعد تو قسمت بعد بگیم حالا چجوری با توضیحات کامل و جامع نگهش دارید و در واقع تبدیلش بکنید به خریدار. به این ترتیب هم کانورشن ریت اپتیمایزیشن انجام بدید دیگه. نرخ تبدیل کاربر مشتریتون رو بهینه بکنید. خب اشتباها من یه بار دیگه هم کلیک کردم. به هر حال تو این قسمت میخوام در مورد در واقع به تیتر صحبت کنم. عنوان از نظر سئو اهمیت خیلی خیلی بالایی داره. معمولا توی پوسته ها عنوان رو توی تگ H1 میذارن. تگ H1 جلوتر در موردش صحبت میکنم که چه اهمیتی داره. تو همین قسمت تگ H1 رو در موردش صحبت میکنم، تگ ها رو کلا، ولی توی سئو تاثیر زیادی داره. من اینجا خودم در سئو صحبت کنم، میخوام در مورد CRO صحبت کنم، پس کاری فعلا به بخش سئوش ندارم. ولی اینکه تو جلب نظر کاربر کلا خیلی اهمیت داره. چه وقتی سرچ میکنه،
خب اون بالا در واقع عنوان شما نمایش داده میشه، عنوان رو نشون میده، عنوان سفر رو، بعد یه بخشش رو به عنوان متا دسکریپشن اون پایین نشون میده. پس عنوان یکیش تو بسته سرچ، یکی تو بسته که خب داخل صفحات خودتون جایی مختلف که میذارید عنوان رو نشون میده و این عنوان اهمیت داره که کاربر روش کلیک بکنه. پس عنوان باید جذاب باشه. برای جذاب بودن هم خب ما میگیم آقا خلاقیت استفاده کنید، یه مقدار عنوان هاتون رو خلاقانه بسازید و یک سری نکات هم هست که توشون رعایت بکنید. مثلا حالا به اونایش که نکاتی که مربوط به سئو میشه رو که کاری ندارم، جای خودش باید صحبت بشه، اما استفاده از در واقع یه سری چیزایی مثلا برترین فلان، نمیدونم، اگر حالا بتونید اینو تو محصولتون بگنجونید. البته خیلی وقتا نمیشه اینو گنجون. مثلا وقتی شما فروشگاه لپتاپ دارین که حالا بیاد مثلا تک تک محصولاتون رو بذارید بهترین لپتاپ فلان، خب که نمیشه که همه لپتاپ بهترین باشن، نمیدونم قوی ترین، سریع ترین، ولی بعضی از محصولات میشه این کارو باهاش کرد. اینا خوبه، تو اونجا از این کلمات استفاده کنید، بهترین، برترین، یا اینکه شکلی به این شکل. توی محصولات ما بیشتر کلمات رو تا این حد میتونیم به کار ببریم، یا مثلا عدد و ارقام به کار ببریم، شاید مثلا اولین یا چه میدونم دومین، سومین مثلا لپتاپ قدرتمند دنیا، یه چیزای اینجوری. خیلی میگم توی محصولات از این کلمات نمیشه استفاده که ما بیشتر تو نوشتن مطالب تو بحث سئو به این قضیه اشاره میکنیم، ولی به هر حال اگر تونستید از این بحثا استفاده کنید هم خوبه. نکته که اینجا میخوام بهتون بگم اینه که به هر حال خلاقیت رو یه مقدار قاطیش بکنید، یه مقدار سعی کنید عنوانتون عنوانی باشه که کاربر رو تا جای ممکن جذب کنه. اگر چیزایی مثل کار من که مثلا محصولات آموزشی میفروشیم، ماها بیشتر میتونیم این قضیه خلاقیت رو به کار ببریم. نمونهش همین مطلب CRO، مثلا من میگم کد تقلب CRO دو نقطه کد تقلب افزایش فروش بدون افزایش بازدید کننده. این خب هم افزایش فروش بدون افزایش بازدید کنندش جالبه، هم من از کد تقلب مثلا کلمش رو استفاده کردم که یه ذهنیت اکثر افراد از بازی‌های دوران بچگیشون ازش دارن. عکس اومدم به دسته بازی گذاشتم مثلا. در این حال کلمات کلیدی که مد نظرم بوده مثل CRO رو هم توش استفاده کردم، CRO افزایش فروش. پس خلاقیت که از بحثی که توش باید به کار ببرید. از طرف دیگه باید مفید باشه، اطلاعات باید منتقل کنه. کاربر از طریق تیتر باید بفهمه قراره به چی برسه. با ترکیب این دو تا میتونید یه تیتر خوب ایجاد بکنید. دومین مطلبی که خواهیم در موردش توضیح بدیم توضیحات کوتاه هست. اگه با وردپرس کار میکنید، تو صفحه مربوط به محصولتون اون پایین اول یه دونه کادر دارید، یه باکس دارید که توش میتونید بنویسید. اون پایین یه بخش داره توضیحات کوتاه محصول که اونجا وقتی مطلبی رو می‌نویسید کنار فیچر ایمیج میاد، کنار عکس شاخص میاد. ما میتونیم عکس شاخص برای محصول انتخاب کنیم، کنار اون نمایش میدادش. اینجا شما باید اطلاعات مهمی رو به کاربر، اطلاعات مهم و کوتاهی رو به کاربر منتقل کنید. باید یک در واقع توضیح کلی که محصول رو بگیم که توجیه کنه، محصول رو نه توجیه کنه، محصول رو توضیح بده، مثل یک شناسنامه. یه توضیح کوتاه آسانسوری اصطلاحاً بهش میگن، توضیح خیلی کوتاه سریع اونجا باید داده باشین. مثلا وقتی من دارم محصول در واقع آموزشی میفروشم، مثلا آقا محصول دانلودیه، کاربر بدون آقا این چیه، اصلا ویدیو، کتابه، نمیدونم در خونه میاد، محصول دانلودیه، مثلا 600 ویدیو، آپدیت داره یا نداره، فلان فلان فلان، من توضیحاتشو براش مینویسم. اینو خیلی مهمه که اون کنار شما اطلاعات مهمی رو بدید. اگه محصولتون مثلا میگم لپتاپ و اونجور چیزا، خب مهمه گارانتیش چیه، رنگش چه رنگیه، نمیدونم یه اطلاعات کوچیکی اینجوری که حداقل اطلاعات اولیه که برای کاربر مهمه. خب وقتی شما نوشید لپتاپ مثلا مکبوک فلان، خب این نیازتون بغل حالا توضیحات در مورد سی پی یوش بنویسید، اینو تو توضیحات مطالب می‌نویسیم، ولی اینکه گارانتیش به چه شکل، قیمتش باید اون بغل باشه. خود پوستای وردپرس قیمت اون بغل میذارن، قیمتش به چه شکل، دکمه خرید همون اول ترجیحاً حضور داشته باشه، البته تو متنم بذارید خوبه ولی اونجا هم باشه هم خوبه. اینم از بخش توضیحات کوتاه. توضیحات کوتاهتون خیلی در واقع بهش توجه بکنید. یکی توضیحات کوتاه، یکم تصویر اون عکس محصولمونه. خب تصویر محصول هم پیش گفتیم، اینجا هم میخوام در مورد توضیحات بیشتر بدیم. تصویر محصولتون رو بهش خیلی توجه بکنید. تصاویر در واقع کمی هم نذارید. شما تو وردپرس یه دونه تصویر شاخص دارید، گالری تصاویر. گالری تصاویر میشه اون تصاویر دیگه‌ای که زیر تصویر شاخص قرار میگیره و همون بالا نمایش داده میشه. حالا خیلی هم شلوغش نکنید، ولی 5 تا 6 تا تعداد خوبی میتونه باشه که ما بیایم از تصاویر بذاریم. نکته خیلی مهمی که در مورد تصاویر میخوام بهتون بگم این که تصویر اصل محصولتون در واقع یه زاویه مناسب داشته باشه دیگه. اینکه
جوری باشه که کاربر بتونه تو همون نگاه اول با تصویر شاخص متوجه بشه که آقا این محصول در واقع کلیت محصول رو بتونه ببینه. تصویر رو مثلا به قول معروف محصول رو یه مقدار کج بکنید، دوربین هم یکم بالا بیارید که تصویر هم از روبرو دیده بشه، هم بغلش دیده بشه، هم یکم بالاش. تصویر اول دو تا تصویر با هم بذارید، دو تا محصول با هم بذارید توی عکس. مثلا گوشی دارید میذارید 3 تا اصلا عکس باشه، یک عکس از روبرو، یک عکس از بغل، یک عکس از پشتش. تصویر اولتون خیلی مهمه، فیچر ایمیج. بعدش هم گالری ایمیجتون. تو گالری ترجیحاً مثلا تصویر اول به این شکل گذاشتید که کلیت نشون میده. بعد مثلا لپتاپ، خب یا مثلا چون هر چیزی، کفش، کیف. تصویر بعدی مثلا بیاید باز شدهش رو بذارید، اون پکی که باز میشه چی قراره تحویل بگیره، یه عکس ازش بذارید. حالا خیلی نمیخواد جزئیات کامل جامع توش باشه، اون تو محصول قرار میدیم، ولی یه عکس هم اونجا باشه بد نیست. یه عکس در حال استفاده هم باشه ازش بد نیست. یکی دو تا عکس اینجوری در واقع حداقل قرار بدید. حالا اگه به 5 تا 6 تا هم برسن مشکل ایجاد نمیکنه که هیچ، خوبم هست. تصاویر از در حال استفاده و به این شکل. نکته بعدی این که از تگ های H1 تا H6 استفاده بکنید توی محصولتون. ببینید اون تگ هایی که ما در واقع قرار میدیم، این تگ H1 خب یه تگیه که میگم برای SEO که اهمیت داره، از H1 بیشترین اهمیت، H2 کمتر، H3 کمتر تا H6. از این استفاده بکنید. توی H1 گفتم خودش پیش‌فرض معمولا عنوان هست. اگه پوستتون اینجوری نیست بررسی بکنید، براش قرار بدین تگ H1 رو. حالا اون دیگه باید کد رو در دست کاری بکنید، من اینجا نمیخوام در موردش صحبت کنم، ولی پوست استفاده بکنید که درست کار کرده باشن، تگ H1 رو تو عنوانشون گذاشته باشن. خودتون از تگ‌های دیگه استفاده بکنید. جای توضیح مهم دارید تو H2 تو H3 بذارینش. تو وردپرس شما میتونید به راحتی از طریق همون ادیتور، بخش بالا سمت راستش یه جا داره، من عکسش هم گذاشتم توی در واقع مطلب سایت، اونجا میتونید به راحتی تگ H2 و H3 و اینا همه رو انتخاب کنید که متنتون به اون شکل باشه. این تگا هم روشن کننده راه هستن برای کاربر، در واقع خب سگمنت بندی میکنن جورای دیگه. اون تیک ها بزرگ میشه، مثلا یه تیک H2 میذارید، متن بزرگ میشه، بولد میشه، بعد پایینش مثلا توضیحاتشو میذارید. بحث بعدی بحث آماره. اون اول کار شما باید یه سری آمارهای مهم به کاربر بدید. آمارهای مهم منظورم چیه؟ ببین من نمیخوام تو بخش اول ما داریم صحبت میکنیم، ما داریم در مورد 8 ثانیه اول حرف میزنیم، پس ما نمیتونیم خیلی آمار جزئی بدیم چون زمان میبره خوندنش. ولی یه سری آمارهای کلی مثل امتیاز کاربرا چه امتیازی به این محصول دادن، این خیلی مهمه. این به قول معروف نظر کاربر رو جلب میکنه که آقا مثلا وقتی این امتیاز مثلا از بین 80 تا کاربر مثلا رتبهش شده از 100 گرفته 98، خب نظرش جلب میشه به خوندن این مطالعه مربوط به این محصول. یا آمار مثل آمار فروش، مخصوصا اگه آمار فروشتون بالا هست. یه محصول مثلا یه لپتاپی تو این 300 نسخه فروخته، چرا این سایت باید 300 نسخه این لپتاپ بفروشه؟ این عدد کمی نیست. و شما میتونید با نمایشش نظر کاربر رو جلب بکنید که اینجا رو صفحه شما رو بهتر و برش وقت بیشتری بذاره، بهتر مطالعهش کنید. نکته بعدی UX و UI. البته ما تو اینجا خیلی UX مد نظرمون نیست. حالا من یه توضیح اول بدم. UX User Experience تجربه کاربریه، اون حسی که شما از کار با سایت به دست میارید رو بهش میگن UX. UI User Interface یا رابط کاربریه، اون چیزی که ما میبینیم. یعنی وقت شما میاد مثلا این سایت رو خیلی خوشگلش میکنید، بعد کاربر منو رو پیدا نمیکنه. این سایت UI داره ولی UX نداره. یه وقت هم این سایت خیلی ساده است ولی وقتی میبینی توش کیف میکنی کار میکنی. این سایت UI داره، UX هم داره، هم لذت بردی از دیدنش، هم راحت باش کار کردی. مثلا میگم برای مثال برای UX این که توی در واقع اپلیکیشن های مربوط به موبایل ها و تبلت ها چیکار کردن؟ شما دستتون رو روی صفحه از چپ به راست میکشید، منو باز میشه. این UX. قبلا شما باید انگشتتون رو بردی بالا سمت چپ یا بالا سمت راست تا منو رو کلیک کنی منو باز شه. اینا این قابلیت رو گذاشتن که با یه سویپ کردن، با یه انگشت کشیدن رو صفحه منو باز شه. این میشه مربوط به UX. حالا UX خیلی شاید اهمیتی نداشته باشه ولی UI صفحتون رو اهمیت بدید. از همون بخش اول صفحه، همون در واقع نمای اولیه‌ای که کاربر باز میکنه، همون 8 ثانیه اولی که کاربر میخواد بخونه، روی UI تون کار کنید. البته میگم UX رو فداش نکنید، یه چیزی باشه که کاربر در این راحت باش کار میکنه، خوشگل هم باشه. من به این منظور آموزش پیج بیلدر رو ساختم. معمولا تو ایران با ویژوال کامپوزر رو توضیح میدن، افزونه ویژوال کامپوزر. اصلا تو مخزن وردپرس هم نیست و قاعدتا پولی هم هست، پریمیوم، امکانات کاملش و اینا. ولی خب پیج بیلدر رو شما میتونید بگیرید. من 4 تا افزونه مرتبطش هم باهاش آموزش دادم و توی طول پروژه باش طول آموزش باش پروژه میسازیم. آخرش هم من
یه صفحه اصلی و یه دونه هم صفحه لندینگ پیج باش میسازم که حالا در مورد لندینگ پیج هم باید صحبت بکنم جداگانه. صفحه لندینگ پیج باش میسازم و در واقع میبینیم که چجوری میشه باش کار کرد. انواع دکمه ها رو بتونیم بذاریم، نظر کاربر رو جلب کنیم. نمیدونم بخش مثلا یه نوشته میخواید بذارید چجوری خوشگل تر قرارش بدید، انیمیشن بدید به المنتاتون، وقتی کاربر اسکرول میکنه پایین مثلا با یه انیمیشنی به وجود بیاد. یه سری امکانات مختلف خیلی زیاد، انواع نمیدونم امکانات مختلف رو اضافه کردن، تب و نمیدونم جدول قیمت و ویدیو و اسلایدر و تصویر و انواع اقسام دکمه و متن‌های مختلف، نظرات کاربران، اینا رو بشه باهاش قرار داد. یه افزونه خیلی قدرتمنده، جزو چند تا افزونه اول وردپرس بیش از 1 میلیون دانلود داره. پیج بیلدر، سایت اوریجین پیج بیلدر، اگه تلفظش اشتباه نگم البته. این افزونه رو تو بیش از 4 ساعت آموزشش دادم. حالا خیلی توصیه میکنم که حتما برای صفحه محصولتون از همین چیزایی استفاده بکنید، مخصوصا اگر علم طراحی وب ندارید، یعنی HTML، CSS، jQuery، نمیدونم بوتسترپ و PHP اینا رو بلد نیستید، مخصوصا از این سیستم استفاده بکنید. فوق العاده، من حتی ماهی که بلد هستیم هم از این استفاده میکنیم خیلی وقتا، چون که کارو سرعت میده و از اون طرف ریسپانسیو هم هست. دوباره بحث UX و UI که داریم که تو صفحات موبایل و تبلت هامو درست نمایش داده باشیم. خب ریسپانسیو بودن به همین معنیه و وقتی با پیج بیلدر شما مثلا میسازید کاملا ریسپانسیوه. البته ویژوال کامپوزر هم به همین شکله. نکات مربوط به بخش کوتاه در همین حده، یعنی واقعیتش اینه که اون بخش کوتاه اولیه بیشتر از اینکه نکات در واقع کلی گفتنیش مهم باشه، اون مطلبی که در موردش می‌نویسید مهمه. اینکه محصولتون رو بتونید درست معرفی بکنید. میگم اون توضیحات کوتاهی که می‌نویسید، عکسایی که می‌ذارید. ما در مورد تصاویر صحبت کردیم، در مورد این چیزا صحبت کردیم. تو قسمت بعدی هم من مفصلا در مورد مطلب صفحه صحبت می‌کنم و نکات خیلی ریزی رو میگم، ولی در همین حد هم مد نظرتون باشه تصویری که می‌ذارید در همون تصویر اول مخصوصا فوق‌العاده تاثیرگذاره. تصویر شاخصتون خیلی تاثیرگذاره. تصویری باشه که درست دیده بشه، عنوانتون، توضیحات کوتاهی بغل عکس و میگم آمارها و اینا. بیشتر اهمیتش همین 4 تا داره، ولی خب UX UI و اون بحث مربوط به H1 ها و H2 H3 اینا اهمیتشون بالاه که من اینجا بهشون اشاره کردم. امیدوارم که بتونین تو اون 8 ثانیه اول کاربرتون رو جلب کنید و بعد با توضیحاتی که تو قسمت بعد میدم تبدیلش بکنید به یک مشتری.